دیدم هیچ جایی برای ورود وجود نداره حقیقت. البته خب من شنا بلد نیستم بخوام همچی کاری باهاش بکنم. چقدر سوتی میدم. سلام بچه، چطورین؟ دلبان کیا هستم با یه ویدیوی دیگه در خدمتتونم. بچه ها اومدم با آنباکس یه ست جذاب از سامسونگ، بروزترین ست 2022 سامسونگ اومدم براتون آنباکس کنم. قبل از اینکه بریم برای آنباکس، اگر که هم چنل منو سابسکرایب نکردین لطفا همین الان زنگولاشو بزنین سابسکرایبش بکنین. توی کامنت ها برای من بنویسید تا به حال گوشی خریدید که عرضه همون سال باشه. اگر آره تو کامنت ها برام بنویسید. بریم با هم دیگه این آنباکس جذابو ببینیم. بچه ها، اولین چیزی که میخوام براتون آنباکسش بکنم، خب اکثریتتونم میدونید که من چی خریدم. گوشی سامسونگ S22 اولترا هست. بازش کردم و خب استفاده کردم، ولی شما به کسی نگید که الان بازش کردم. اوکی. این گوشی شاید یکی از بهترین گوشیایی بوده که من در طول این سالها خریدم و داشتم. با هم دیگه بازش کنیم ببینیم که این گوشی چه شکلیه. بچه ها، من خیلی راحت بهتون بگم واقعا عاشق این گوشی شدم. چرا؟ چون که یه سری امکانات ویژه داره که دونه دونه براتون میگم. این خود گوشی هست. البته توی صفحش دارید چیزای دیگه هم میبینید. اینم پشت گوشیه که خب من رنگ سفیدش رو خریدم. این گوشی علاوه بر اینکه خب علیرغم اینکه این گوشی بزرگیه و خب بعضن میگن که این همون نوت 22 به خاطر شیپی که داره و شکلی که داره خیلی خوش دسته. ضخامت خیلی زیادی نداره، بغلاش کروه. این کرو بودنش باعث میشه که No God please no راحت توی دستتون قرار بگیره و خب خیلی راحت میتونید باهاش کار بکنید. 4 تا رنگ داره: سفید، مشکی، یه سبز خاص و یه رنگی که بهش میگن برونز یا شرابی. بیشتر به اسم شرابی معروف شده. بنا به سلیقتون میتونین رنگاش رو انتخاب بکنید. صفحه نمایش 6 و 8، 90% صفحه خود نمایشگرشه و این دقیقا اون چیزی که من همیشه از یک گوشی انتظار داشتم و دلم می‌خواست که یک گوشی داشته باشم که همش LCD باشه یا LED باشه، قاب نداشته باشه و این اون خواسته من به شخصه رو برآورده کرده. صفحه نمایشگرش داینامیک امولد 2X و این امکانو به ما میده که توی بالاترین رزولوشن بالاترین سرعت رو داشته باشیم. یه رنگ مشکی عمیق رو هم توی این صفحه نمایش شما میتونید ببینید. جنس شیشهش گوریلا گلسه، اسمش اگه اشتباه نگم گوریلا گلسه. فریمش هم که آلومینیومیه. این گوریلا گلس به این معروف شده که خط و خش رو به حد اکثر میرسونه، به حد اقل میرسونه. منظورم بود که جلوی خط و خش رو به صورت حد اکثری میگیره. بله. همونطور که گفتم این کروی که کنارش داره باعث میشه که خب خیلی خوش دست بشه. جاهای مختلف گوشی اینه که توی لبه پایینیش جای سیم کارت، شارژر تایپ C، یه دونه اسپیکر و قلمشه. اینور پاورش و در واقع دکمه‌های کم و زیادش. این ورش چی نداره. بالاش هم که یه اسپیکر داره و حذف نویزش هم اینجاست. IP68 داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما میتونید این گوشی رو بدونه که دچار مشکل بشه نیم ساعت 1.5 متر توی عمق 1.5 متری آب میتونی ببرید. البته خب من شنا بلد نیستم بخوام همچی کاری باهاش بکنم یا برم تو آب اینو با خودم ببرم، هیچ وقت این کار نمیکنم. ولی خب اگه این اتفاق افتاد آبی چیزی ریخت مثلا تو سر خودتون نزنین. این گرد و غبار و اینا هیچی توش نفوذ پیدا نمیکنه.
یکی از نقطه ضعف که نه، چقدر سوتی میدم. نقطه قوت باتری این گوشیه که 5000 میلی آمپره و شارژ سریع 45 واتی داره. البته اینم بهتون بگم نقطه ضعفش هم اینه که تو شارژر نداره که خب اینم میگن حالا به خاطر محیط زیست و اینا شارژر رو از روی گوشی ها حذف کردن. حرف مفت. امنیتش هم که در واقع سنسور اثر انگشتش روی خود صفحه است و تشخیص چهرشه. دوربینش هم که خب همونطور که میبینیم 5 تا دوربین این پشت داره. دوربیناش بیرون زده هست که خب این یه مقداری ممکنه که نگرانتون کنه که بگین خب گوشی رو میذاریم زمین لنز دوربین خراب میشه، اما من یه قاب براش خریدم. مشخصه دیگه این قاب یه خوبی که دارن این قابا تو بازار هست که خب صفحش بسته میشه، تو کیف جایی هم میذارین به مشکلی بر نمیخوره، هرچند که قطعا جوری ساخته شده که خط و خش خیلی زود به خودش نگیره. دوربینش 200 مگاپیکسله و اینکه هوش مصنوعی داره. این هوش مصنوعیش باعث میشه که نویز رو خیلی کم کنه، کیفیت رو عالی. دوربین سلفیش هم که این جلو این بالا 40 مگاپیکسله و ویدیو 4K هم میگیره. فیلم برداریش رزولوشن 8K و 24 فریم داره و 4K با 60 فریم. اوتو فریمینگ داره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا سوژه رو خودش به توسط هوش مصنوعی تشخیص میده، بعد دنبال سوژه میره. خیلی با شعوره به خدا. و اینکه استابیلایزر داره، یعنی که مثلا شما تصویر دارید میگیری، تصویرتون روونتره، مثلا جای تیک 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 نمیشه، قشنگ میره دنبال طرف. زوم داره بچه‌ها. از زومش نگم براتون، زوم 100x داره. من توی پارک پردیسان از آدمایی که توی تراس دیده باز برج میلاد دارن مثلا اونجا راه میرن تونستم از توی پارک پردیسان ازشون عکس بگیرم و حالا عکسش رو براتون میذارم که عکسش رو هم ببینید. اسپیکرش بچه‌ها صداش خیلی بلنده و صدای خیلی خوبی داره، کیفیت صداش فوق العاده است. و اینکه قلمش، من واقعا عاشق قلم این شدم یا اسپن که خیلی کار من رو راه میندازه. حالا تو استوریام رو دیدین زیاد ازش استفاده میکنم. این اسپنه که همینطوری که میبینین یه دکمه روش داره و اینکه شما فکر کنم مثلا همین الان گوشیتو در آوردی میخوای یهویی مثلا به جای چیز شماره بنویسی، مثلا من خودم نمیبینم، مثلا اینطوری میتونین بنویسین، میره توی نوت ثبت میشه. و اینکه وقتی که دارید باهاش مینویسید اگه مثلا صدای گوشیتون باز باشه یه صدایی مثل مداد میده و واقعا انگار دارید با مداد مینویسین، چون که تاخیرش 2.8 میلی ثانیه است، یعنی کمترین تاخیر. یعنی شما وقتی مینویسی میکشه، یعنی میکشی مینویسه، یا همین هر کاری میکنی همون لحظه انجام میشه. بعد اینکه هر چیزی که شما از یه پرچمدار بخواین این عزیز دل یک جا داره. بچه برای بازی کردن هم حقیقتشو بخواین خب خیلی خوش دسته. ببینید دو طرفش صافه، شما این دو طرف رو قشنگ دستتون میتونین بگیرین. و اینکه صدای استریوش و سیستم خنک کننده داره، یعنی مثل گوشی‌های دیگه داغ میکنه ها، ولی مثل گوشی‌های دیگه اونقدر داغ نمیکنه که مثلا دستتون بسوزه بگید ای بابا خسته شدم بذاریش کنار. داخلش هم که چیز دیگه ای نداره، فقط یه سری برچسبه به اضافه سیم شارژر و این بیلبیلکی که برای باز کردن در قسمت سیم کارتش. اینجام که یه سیم شارژری که من احتیاج نداشتم درش نیاوردم چون شارژرش کوتاهه، به درد من نمیخوره. خب این از گوشی سامسونگ S22 اولترا یا به قول دوستان عزیز که میگن نوت 22. خب
حالا بریم سراغ آنباکس کردن یکی دیگه از بخش های این ست جذاب. قبلا میدونیم گوشی سامسونگ دیگه ای داشتم که خب مثل بقیه گوشی های حالا قدیمی تر سوکت یعنی هندز فریش با سوکت بهش وصل میشد. من عادتم شبا قبل اینکه بخوابم این سوکت رو وصل میکنم و خب باهاش حالا آهنگ گوش میدم یا ویدیو میبینم یا حالا هر چیزی. تو تاریکی هم میدونم که خب این سوراخ گوشی کجاست. تازه گوشی رو گرفته بودم، گفتم خب شب بیام دیگه برم اینستا، میخوام برم بگردم فلان اینا. هرچی هی این هندز فریمو هی کردم این ور کردم اون ور، این گوشی دیدم آقا این هیچ سوراخی برای ورود نداره. هر کاری کردم دیدم اومدم چراغ رو روشن کردم نگاه کردم خدایا این چرا سوراخی نداره. این برگشتم اون برگشتم دیدم هیچ جایی برای جان من بزن ورود وجود نداره. حقیقتشو بخواد رفتم تو اینترنت سرچ کردم خدایا این چجوریه جریانش، فهمیدم که بله اصلا ایشون نمیخوره بهش مگه اینکه تبدیل بگیری که تایپ سی بزنی به این، اینم بزنی به اون، بتونی مثلا از هندز فریش استفاده کنی. بران شدیم که ایشون رو خریداری کنیم. گلکسی بادز پرو. بذارید از توی جاش درش بیارم مرحله به مرحله همطور که میبینید. ببخشید. خب حالا درش رو باز کنیم. این کیسش در واقع هدفون ها توش قرار میگیره، قابل شارژ هست، پشتش یه دونه جای شارژ داره که تایپ سیه، حتی به صورت وایرلس هم شارژ میشه. خود گوشی های این خیلی راحت توی گوش قرار میگیرن همونطور که میبینین. من رنگ مشکیشو گرفتم که تغییر رنگ نده. 3 تا سری سیلیکونی داره توی خود همین بسته بندیش که اینجا هست. توی این بسته بندیش که شما سری که حالا احتیاج دارید از توی این در میارید، وصل میکنید به گوشیتون و حالا اون سایزی که مورد نظرتون است برای گوشتون مناسبه توی گوشتون قرار میدین. و ببینید این وقتی که داخل گوش میذارین باید یه دور بچرخونینش، یعنی وقتی که این شکلی وارد گوش میکنین یه دور میچرخونین و این توی گوشتون قفل میشه و باعث میشه که دیگه مثلا تو گوشتون در نیاد. اینم ضد آبه، یعنی IPX7 داره، یعنی اینم میتونین شما حتی مثلا 1 متر برید نیم ساعت زیر آب و طوریش نمیشه. فقط یه مشکلی داره، اونم اینه که شما وقتی که چون اینجاهاش تاچه، خب وقتی که دارید اینو میذارید توی گوشتون انگشتتون به این تاچا میخوره، حالا یا آهنگ پلی میشه یا اینکه هر چیز دیگه‌ای که داره پلی میشه صداش پخش میشه. کیفیت صداش فوق العاده است، خیلی وضوح خوبی داره. نکته مثبتی هم که داره برد زیادشه، یعنی شما اینو میزنید تو گوشتون هر جا خونه خواستی برو، راحت میتونی باهاش صحبت کنی یا آهنگتو گوش بدی، نیاز گوشی تو بردار دنبال خودت ببری. بچه‌ها نویز کنسلینگ داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی اینو میذاری رو توی گوشت صدای محیط رو نمیشنوین، یعنی یا حداقل خیلی کم شاید بشنوین. جدا از اونم امبینت مود داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونین صدای محیط بیرون رو با توجه به یه سری ستینگایی که از طریق نرم افزاری به اسم سامسونگ ویربل به گوشیتون نصب کردین اینو ستش میکنین و وقتی که مثلا میخواین دارین آهنگ گوش میدین یکی میاد باهاتون حرف بزنه، اینو هولد نگه میدارین. هولد نگه میدارین، صدای اون فرد رو میشنوین بدون که آهنگتون رو قطع کنین یا اینکه این از تو گوشتون در بیارین، صدای اون طرف رو میشنوین و خب وضوح خیلی خیلی خوبی داره. حتی وقتی هم که شما دارین صحبت میکنین با اینا صدای شما هم خیلی خوب برای مخاطبتون میره. برای شارژش هم که گفتم توی همین کیس شارژ میشه. یه باتری 472
72 میلی آمپری داره. هر کدوم از گوشیام 61 میلی آمپر باتری دارن. بعد اگه نویز کنسلینگش روشن باشه 5 ساعت کار میکنه، اگه خاموش باشه بین مثلا 7 تا 8 ساعت. بعد برای شارژش هم 1 ساعت و نیم خود کیسه شارژ میشه. هر کدوم از این گوشیام 1 ساعت طول میکشه که شارژ بشه. چه خبرتونه؟ یعنی شما وقتی که اینو میزنین تو شارژ، بعدش گوشیاتون رو بزنین تو خود این کیسه شارژ میشه. 3 بارم هدفونتون رو شارژ میکنه. فست شارژ هم اگه باشه 10 دقیقه میزنین تو شارژ، 90 دقیقه ازش استفاده میکنین. یکی دیگه از قسمت هایی که خریداری کردم گلکسی واچ 4 که خب این از اونای دیگه خورده دیرتر دستم رسیده، یعنی امروز دستم رسیده که اینم الان با هم دیگه بازش کنیم ببینیم چی. اینو دیگه اصلا به هیچ عنوان هیچ چیزیشو ندیدم، نه تست کردم، همین الان جلوی شما دارم بازش میکنم. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. اونای دیگه طاقت نیاورده بودم که باز نکنم. اگه میخواستم همشون رو منتظر بمونم قلبم میگرفت. همه چیز قبلی ها رو گفتم براتون دیگه. چی توتی؟ توت چیه؟ موز بیا بیرون. ها این توش چیزه، سیم شارژرشه این. و یه چیزی همون ته فکر کنم دفترچش از این ور باز میشه. خب اینم دفترچش، یه چیز مهمی نیست. و اینکه خود ساعت میگفتن بندش خیلی جذاب و خیلی دلرباست. بده بزنیم. بچه ها نگم براتون. من رنگ نقره‌ایشو گرفتم یا حالا سفید. یکی از چیزایی که توی مراسم رونماییشون گفته بود سامسونگ که با گوگل همکاری کرده و یه گجت جدیدی به اسم ویر او اس رو ارائه دادن برای این ساعت. و اینکه 2 تا نسخه داره، یعنی 2 مدل داره. این اسپورتشه که من گرفتم، یه مدل دیگه هم داره کلاسیکشه که مدل کلاسیکش دور این قسمتش یه قابی داره. و تا الان خیلی از کاربرا گفتن که این اسمارت واچ یکی از کامل ترین ساعت‌های هوشمنده تا الان، تا امروز، تا 2022. خب طراحیش چجوریه؟ این ساعت ها 2 مدل دارن، یعنی جدا از اون 2 مدل حالا 2 تا سایز دارن منظورمه. 44 که بدون احتساب بنداش 30 گرمه و 40 که بدون احتساب بندش 25 گرمه. اون که کوچیک‌تره، من بزرگترش رو گرفتم چون خب من مچ دستم بزرگتره. اون که کوچیک‌ترم خب برای خانم‌ها باز مناسبه. پنل جلویش هم صافه، تخته و اینم گوریلا گلسته که همون خط و خش رو گفتم به حداقل میرسونه. اینجاش آلومینیومه که
یه ضعفی میگن داره، اونم اینه که به گوشی‌های دیگه وصل نمیشه. اگه بخواد بچه خیلی سخت وصل میشه و این امکاناتی که داره فقط برای گوشی‌های خود سامسونگ. 90% امکاناتی که این گوشی داره، این ساعت داره، به گوشی‌های دیگه اگه وصل بشه اونا رو نخواهد داشت. تو خیلی سوسولی. این رنگ از آنباکسینگ ست چی گفت؟ پن 2022 سامسونگ که شامل گوشی بود، ساعت و گلکسی بادز پرو. امیدوارم که از دیدن این آنباکس لذت برده باشین. ممنونم که منو همراهی میکنین. مرسی که سابسکرایب میکنین و منو به دوستاتون معرفی میکنین. توی کامنت ها برای من بنویسید که آیا تا به حال یه همچین ستی رو خریدید یا نه. اگر که سمارت واچ یا حالا هدفون یا حالا هر چیز دیگه ای رو خریدید توی کامنت ها حتما برای من بنویسید. خیلی دوستتون دارم بچه ها. مرسی که همراهمون بودین. تا بعد. خدا نگهدار.